دلی بود میخواستم بزنم. اگه یه رفیقی داری که منتظر از تو یه آتوی بگیره، یه سوتی بدی، شروع کنه چرت و پرت گفتن و خندیدن تو جمع، اگر رفیقی داری که تو جمع بقیه رو میخندونه، داره از تو استفاده میکنه برای مسخره کردن تو، استفاده میکنه که تو رو کوچیک کنه، بندازش تو، آشغال فرق نمیکنه. اگر به هر دلیلی اون آدم چه برای بالا آوردن خودش، چه برای خندیدن دیگران و هزار تا دلیل دیگه شروع میکنه تو رو خراب کردن با هر شدت و میزانی، اون رفیق تو نیست. رفیق برای بالا آوردنه. یه مثالش این بود، میگفت من دروغ میگم رفیقم قسم میخوره. این رفیق کسی که انتظاری ازش نداری، میتونی ساعتو کنارش باشی، حالا برای تو باش تقسیم کنی، ولی اون ازت نپرسه که چته. اگر بعد 2 سال 3 سال همدیگر رو نمیبینید یا اصلا یه روز همدیگر رو میبینیم، با کیفیت ببینیم. رفیق اون نیستش که هر روز میبینیش، اونیه که اون دوره، از تو فاصله داره ولی هوا تو همیشه داره. به اینا میگن. اگه همچین آدمی تو زندگی داری نگهش دار.